بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت فرد شما بینندگان محترم، یاران و همراهان صمیمی برنامه سیمای سلامت. شما که هر هفته روزهای دوشنبه بیننده این برنامه هستید و ما رو از نقطه نظرات خوب و ارزشمندتون در جهت هرچه بهتر شدن این برنامه یاری می‌کنیم. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و امیدواریم بتونیم با این برنامه که حاصل تلاش همکاران عزیزم در سیمای مرکز قم شبکه نور هست یک بار دیگه در خدمتتون باشیم و رضایت خاطر شما بزرگواران رو فراهم کنیم. بنده دکتر سید محمد طباطبایی موجی کارشناس برنامه به اتفاق میهمان گرانقدر این هفته برنامه جناب آقای دکتر جلیلی عزیز متخصص قلب در خدمتتون هستیم و امروز می‌خوایم راجع به موضوع روماتیسم قلبی با شما صحبت کنید. از همینک میتونید با شماره 32904434 که پل ارتباطی ما با شما هست تماس بگیرید و سوالات خودتون رو پیرامون موضوع برنامه مطرح کنید. ضمن اینکه اجازه می‌خوام امروز روز پژوهش هست و این روز رو به همه پژوهشگران و محققای عزیز در سراسر کشور که زحمت می‌کشن برای ارتقای کشور عزیز اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض کنم. آقای دکتر جلیلی سلام می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از حضورتون در برنامه. اگر صحبت کوتاهی با بینندگانمون دارید بفرمایید تا ان شاءالله برنامه رو در خدمتتون پیگیری کنیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره و پاسخگوی سوالاتشون. خیلی متشکرم آقای دکتر. خب بحثمون بحث در واقع روماتیسم قلبی هست. این روزها میدونید شاهد به هر حال انواع سرماخوردگی‌ها و گلودردهای چرکی هستیم. بیرون هم که در خدمتتون بودیم هوا بسیار سرد بود، طوری که آب هم یخ زده بود. همینجا توصیه می‌کنم به خانواده‌های محترم که مواظب خود و فرزندانشون باشن که هوا بسیار سرد هست. یه تعریفی از تب روماتیسمی یا روماتیسم قلبی در به هر حال در ادامه اتفاق میفته برای بینندگان عزیزمون بفرمایید و بفرمایید که چه اتفاقی میفته که فرد به این بیماری مبتلا میشه. این بیماری به دنبال یه گلودرد چرکی ایجاد میشه. میکروب این بیماری از نظر ساختمانی مشابهت‌هایی با بعضی از بافت‌های بدن داره و این عامل باعث میشه زمانی که پادتن یا اصطلاحاً آنتیبادی بر علیه میکروب در بدن ایجاد میشه، متاسفانه این آنتیبادی و پادتن نه تنها میکروب رو مورد هدف قرار میده، بافت‌های خودی بدن رو که تشابه ساختمانی با میکروب دارن اونها رو هم مورد هدف قرار میده و در اون بافت‌ها ایجاد التهاب میکنن. عمده ترین بافت‌هایی که مورد حمله قرار میگیرن قلب، مغز، مفصل و پوست هستش. عارضه‌ای که در مفصل ایجاد میکنه که شایع‌ترین تظاهر و عارضه این بیماری هست تورم مفصل، درد، محدودیت حرکت، قرمزی هستش. عارضه‌ای که در قلب ایجاد میکنه تو مراحل اولیه نارسایی حاد دریچه‌های قلب هست، به این صورت که زمانی که دریچه‌های قلب باید بسته بشن و خونی از اونها عبور نکنه و متاسفانه این عملکردشون مختل میشه و خون از اونها پس زده میشه. در مورد مغز عارضه ایجاد میشه که فرد دچار حرکات غیر ارادی، بی اختیار و حرکات دست رو به خارج پیدا میکنن. این حرکاتشون معمولا تو بیداری هست، با استرس تشدید میشه و در خواب از بین میره. اصطلاحاً اسم این بیماری کره نام داره. در پوست هم یه مقدار ضایعاتی ایجاد میکنن، بصورات و راشهای پوستی پیدا میکنن و یه مقدار نودولها و برجستگی های پوستی پیدا میکنن که اونها از نظر اهمیت کمتر اهمیت داره. عمده ترین مشکل قلب و مفصل هست. آیا دارین علائمی که اشاره فرمودید آیا همه علائم با هم اتفاق میفته یا ما دیررس و زودرس داریم؟ یعنی یه سری علائم زودتر اتفاق میفته و پزشک متوجه میشه و یه سری علائم دیرتر، یا اینکه نه ممکنه همه علائم با هم اتفاق بیفته؟ همینطوری که فرمودید علائم با هم اتفاق نمیفته. اولین علامت روی مفصل هست و بعد قلب، بعد ضایعات پوستی و ضایعات مغزی خیلی دیررس‌تر هستن. آیا زمینه اصلی این بیماری چی هست؟ یعنی از کجا این بیماری شروع میشه؟ بعضی افراد زمینه ژنتیکی دارن و مستعدتر هستن به این بیماری و بیشتر برمیگرده به این مسئله که
اون زمانی که گلو درد ایجاد میشه معمولا تا 10 روز فرصت داریم که برای درمانش اقدام کنیم. یعنی اگه فردی مراجعه کرد و 10 روز از گلو دردش گذشته، 9 روز از گلو دردش گذشته، هنوز دیر نشده. اگر یک از آمپول پنیسیلین به موقع برای درمانش استفاده بکنه، دیگه شانس بروز روماتیسم قلبی از بین میره. من همینجا میخوام خدمت شما بگم که یه طیف این بیماری از گلو درد شروع میشه، طیف دیگر و نهایت این بیماری رو من 2 مورد میخوام خدمتتون عرض کنم که اهمیت بحث روشن میشه. نهایت این بیماری، این فرد در بزرگسالی ممکنه نیاز به عمل جراحی قلب باز و تعویض دریچه قلب پیدا کنه که حالا در این خصوص یه فیلمی تهیه شده که در خلال برنامه نمایش داده میشه. آقای دکتر در اشاره کردید به گرفتاری دریچه‌های قلبی. دریچه شایع یعنی دریچه خاصی مد نظرتون هست یا ممکنه همه دریچه‌ها یک نواخت درگیر بشن؟ دریچه میترال و آئورت از نظر شیوع بیشتر هستند، دریچه صلتی کمتر و دریچه ریوی تقریبا نادره، به اون صورت درگیر نمیشه، ولی میترال و آئورت رتبه اول رو داره. بسیار خوب. پس یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و بعد ادامه بحث رو در خدمتتون داشته باشیم. تب روماتیسمی یک بیماری التهابی است که به دنبال عفونت چرکی گلو ایجاد می شود. این بیماری مفاصل، سیستم اعصاب، پوست و در نهایت قلب را درگیر می کند که در چنین شرایطی در صورت عدم درمان عواقب وخیمی تا حد مرگ بیمار را تهدید خواهد کرد. هرچند علت قطعی این بیماری نامشخص است، اما این بیماری را جزو اختلالات خود ایمنی تقسیم بندی می کنند که بنابر این نظریه گفته می شود واکنش ایمنی در مورد علت ایجاد آن دخالت دارد. از آنجا که عفونت استریپتوکوکی گروه آ که در حلق ایجاد بیماری می کند به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده تب روماتیسمی شناخته شده است، لذا مصرف بی‌رویه آنتیبیوتیک ها و خوددرمانی بیماران در شرایط عفونت های حلقی می تواند زمینه بروز این بیماری را هموار نماید. در این برنامه به شناخت این بیماری و راه‌های انتقال و پیشگیری آن با حضور کارشناس مربوطه خواهیم پرداخت. تا پایان با ما همراه باشید. بسیار خوب، خسته نباشید میگم به شما بینندگان عزیز. شما بیننده برنامه سیمای سلامت از مرکز قم شبکه نور هستید. در خدمت جناب دکتر جلیلی عزیز متخصص قلب هستیم. داریم راجع به روماتیسم قلبی صحبت می‌کنیم. آقای دکتری، معرفی هم از برنامه مکمل صحبت‌های شما دیدیم. مشکلی که ما با مردم عزیزمون داریم اینه که به محض اینکه دچار گلودرد میشن یا فرزندانشون دچار گلودرد میشن معمولا مراجعه نمیکنن یا اقدام به خوددرمانی‌های اولیه میکنن که خب بعضا مقاومت‌های آنتیبیوتیک و دارویی به وجود میاد، یا اینکه کلا صبر میکنن میگن اگر خوب نشد به پزشک مراجعه بکنیم. به این عزیزان چه توصیه‌ای دارید؟ راجع به گلودردهای توضیح باید خدمتتون بگم. اولا حدود 80% گلودردها از نوع ویروسی هستند و معمولا اینا علائم همراهشون هم به صورت آبریزش بینی و سایر علائم سرماخوردگی هست. این موارد گلودرد نیاز به درمان آنتیبیوتیکی ندارن، ولی 15 الی 20% گلودردها چرکی هست که این گلودردهای چرکی و میکروبی با معاینه پزشک تشخیص داده میشه و ترشحاتی که ته حلق بیماران دیده میشه تشخیص رو قطعی میکنه و سایر امراض و توسط پزشک باید درمان زودرس تا حد اکثر 10 روز بعد از ابتلا به بیماری صورت بگیره که اگر دیر اقدام بشه منجر به همون عارضه میشه که البته از میان افرادی که گلودرد چرکیشون درمان نشه حدود 3% افراد دچار تب روماتیسمی میشن و میتونه سیر بیماری ادامه پیدا بکنه تا نهایتاً به اون مواردی که خدمتتون عرض کردم به بیماری‌های روماتیسم قلبی دوره بزرگسالی منجر بشه که به اقداماتی نظیر بالون روی دریچه، عمل جراحی دریچه منجر بشه. آقای دکتر، شکل در واقع اون نمای بیماری که ما در گلو مشاهده می‌کنیم به چه شکله؟ آیا حتما وجود چرک یا اون ماهیت سفیدی چرک که خیلی ها خب باش آشنا هستن باید وجود داشته باشه، یا میتونه زمینش یه التهاب قرمزی ساده باشه بعدها در واقع
ما چک رو ببینیم. شکل این درگیریش رو اگه تصویری هم دارید میتونید بینندگان عزیز مشاهده بکنن و بهتر این قضیه براشون جا بیفته. تصویر هست اگر نمایش داده بشه، هر دو موردی که شما فرمودید همکاران عزیزم اگر تصاویر آماده هست پخش کنن که ما روی تصویر ببینیم. بله، بعضی از موارد مثل نمونه ترشحات چریکی ته حلق دیده نمیشه ولی لوزه ها متورم و قرمز هستن. ولی اگر موارد بعدی رو نشون داده بشه دیده میشه که ترشحات حلق دیده میشه ترشحات سفید رنگی هستن که در اسلایدهای بعدی دیده میشه. این ترشحات روی لوزه الان مشخص هست که زایه سفید رنگ هست که همون کانون میکروبی هستش. اگر اسلایدهای بعدی که نشون داده بشه این ترشحات الان متعدد هست، هر دو لوزه درگیر هستش. میتونه به صورت رشته‌ای و پراکنده تر از این باشه که اون موارد پیشرفته تر گلو درد هست، ولی حتما لازم نیستش که این ترشحات ته حلق دیده بشه و تشخیص داده بشه. پزشک با علائم بالینی تشخیص میده و صلاح بدونه که حتما باید آنتی بیوتیک براشون تجویز بشه. آیا دو یه بیماری مشابه این بیماری هست به نام مونونوکلئوز عفونی که شبیه این میتونه یه سری در واقع نمای گلو رو ما ببینیم. آیا این مونونوکلئوز عفونی هم میتونه در واقع منجر به تب روماتیسم و در نهایت روماتیسم قلبی بشه؟ خیر، مونونوکلئوز عفونی چنین عارضه‌ای نداره، ولی شما حالا الان این مطلب رو مطرح کردید. بیماری‌های ویروسی به نوع دیگری میتوانند عوارضی روی قلب ایجاد بکنن که عارضه اونها روی دریچه‌های قلب نیست. عارضه اونها خدای نکرده روی عضله قلب هست و یک نارسایی پیشرفته قلبی ایجاد میکنه که بعضا کودکانی هستن که بعد از یک گلودرد، یک بیماری ویروسی، اینها دچار تنگی نفس میشن که اینها اول به پزشکای همکاران متخصص اطفال مراجعه میکنن و بعد از طرف اونها اگر در لازم ببینن با متخصص قلب مشورت میکنن. در عمل دیده میشه که مایچه قلب اونها ضعیف و دچار نارسایی قلبی شدن که تعدادی از اینا نهایتا نیاز به پیوند قلب پیدا میکنن. یا ممکنه در اثر اون عارضه ویروسی آبی و مایع در اطراف قلب تجمع پیدا کنه و بعضی موارد نیاز هست که اون مایعی که اطراف قلب تجمع پیدا کرده حالا از طریق سوزن یا از طریق جراحی تخلیه بشه. بسیار خوب. آقای دکتر اشاره داشتید به درگیری مفاصل. تفاوت درگیری مفاصل در روماتیسم در واقع قلبی یا تب روماتیسمی با درگیری مفاصل در روماتیسم‌های ساده یا که کار به هر حال همکارای روماتولوژیست شماست به چه شکلی هست؟ یعنی یک کسی که روماتیسم مفصلی ساده داره با کسی که روماتیسم قلبی داره از نظر نوع درگیری به چه شکلی هستن؟ چند تا یافته در این بیماری دیده میشه که در سایر بیماری روماتیسم مفصلی دیده نمیشه. اولا که خصوصیت درگیری مفصلی در این بیماری به این صورت است که حالت مهاجرتی داره، یعنی یک مفصل درگیر میشه بعد مفصل بعدی اضافه میشه، همینطور اندام فوقانی تحتانی تمام مفاصل درگیر میشن. یکی پس خاصیت مهاجرتی این حالت هستش. اون حالتی که در درگیری تمام مفاصل دیدیم، گرمی، تورم، محدودیت حرکت، در این بیماری هم دیده میشه که در بیماری روماتیسمی هم هست. ولی اونها یه مشخصه دیگه ای دارن، خشکی صبحگاهی دارن که در این بیماری نیست. این بیماری مفاصل گرم و متورم از صبح تا کل شبانه روز درد دارن و محدودیت حرکت دارن. یه مشخصه در این بیماری هست که تقریبا تشخیص این بیماری به حالت 100% در میاره و اون این هستش که التهاب مفصل و روماتیسم مفصلی در این مشکلات مفصلی این بیماران پاسخ خیلی خوب و واضحی به داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی که شایع‌ترش همین آسپرین هست داده میشه. معمولا 24 ساعت بعد از شروع آسپرین تمام علائم مفصلی بیمار فروکش میکنه و میگن اگر
بعد از 24 ساعت از مصرف آسپرین علائم التهابی مفصلی بیمار ادامه پیدا کرد، باید به فکر تشخیص‌های دیگه‌ای باشیم، چون در بیماری تب روماتیسمی علائم مفصلی بعد از شروع 24 ساعت از شروع آسپرین تقریبا علائم دیگه فروکش میکنه. بسیار خوب. در خصوص شیوع سنی و جنسی هم بفرمایید که از نظر سنی و از جنسی افراد به چه شکل درگیر میشن؟ این بیماری بروزش در سنین خردسالی و نوجوانی هستش. سن 6 تا 15 سالگی شایع‌ترین سن هست. برتری جنسی دیده نمیشه، ولی زن و مرد به یک نسبت یکسان هستند. ولی بعضی از عوارض ایجاد شده در اثر بیماری، مثلا تنگی دریچه‌ای که بعدها ایجاد خواهد شد و یا بیماری مغزی که کره اسمشو بردیم که حرکات غیر ارادی خود به خودی بود، اینها در خانم‌ها شایع‌تر هستش. آقای دکتر، این عوارضی که فرمودید که به تبع این بیماری ایجاد میشه با درمان قابل برگشت هست؟ مثلا یک کسی که کره سیدن ها همونطور که فرمودید اون حرکات غیر ارادی میگیره یا به هر حال درگیری‌های دریچه‌ای میگیره، آیا با درمان اینها قابل برگشت هست یا از خودش اثر میگذاره یا سکل میذاره برای بیمار؟ تعدادی از بیماران بعد از درمان بهبودی کامل پیدا میکنن، ولی اگر درمان به موقع انجام نشده باشه و مناسب انجام نباشه، تأثیر بیماری روی دریچه‌های قلب میمونه و متاسفانه در دوره بزرگسالی اینها، یعنی بعد از شروع بیماری و ادامه اون، دچار انواع نارسایی و تنگی‌های دریچه خواهد شد. بسیار خوب. بینندگان عزیز، توجه داشته باشید به این قضیه که داریم راجع به روماتیسم قلبی صحبت می‌کنیم که زمینش میتونه یک سرماخوردگی ساده در واقع باکتریال باشه به صورت گلودرد چرکی. این رو جدی بگیرید. اگر بچه‌هاتون، فرزندان عزیزتون گلودرد دارن، نشین منتظر باشید تا بگیم حالا خوب میشن یا ممکنه ویروسی باشه. اجازه بدید که پزشک تشخیص بده، چون عوارضی که متعاقب این بیماری حاصل خواهد شد بسیار گاهی اوقات دردناک خواهد بود و پاسخ‌دهی اون گاهی اوقات که مشکل خواهد بود. با ما تماس بگیرید. حتی اگر که در خانواده‌هاتون مشکلی از این قبیل مثل روماتیسم قلبی بوده و حالا تحت درمان هم قرار گرفته، با ما تماس بگیرید، چگونگی ابتلا رو به ما بگید، ببینیم اصلا نحوه و سیر بیماری به چه صورت بوده که راجع به این قضیه هم صحبت کنیم. منتظر تلفن‌هاتون هستیم. آقای دکتر، ادامه بحث رو پیگیری می‌کنیم. در خصوص پیشگیری بفرمایید، چه اقداماتی یک فرد میتونه انجام بده که تا به این عارضه‌ای که این همه مشکلات رو با خودش به هر حال به همراه داره مبتلا نشه؟ اگر اجازه بدید قبل از این مورد من یه نکته‌ای رو در مورد همون درگیری‌های مفصلی در این بیماری خدمتتون بگم. اگر این بیماری در سنین بزرگسالی اتفاق بیفته، عمدتاً خودش رو به صورت درگیری مفصلی نشون میده و درگیری قلبی در بزرگسالی خیلی نادر هستش. خود جناب عالی بیماری داشتید که با تب روماتیسمی مراجعه کرده و خدمتون و تنها علائم مفصلی بیماری رو داشت. راستشون خیلی درد داشت. و بعد از درمانی که کردید بیمار کاملا بهبودی پیدا کرد. ولی در دوره خردسالی و نوجوانی علائم قلبی تقریبا با شیوع بالایی دیده میشه. در مورد پیشگیری از این بیماری، دو نوع پیشگیری این بیماری وجود داره. یه پیشگیری اولیه هست و یه پیشگیری ثانویه. پیشگیری اولیه که همون جلوگیری از و درمان گلودردهای چرکی تا 10 روز از شروع بیماری هستش. اگر بیماری دچار عوارض مفصلی و قلبی شده باشه، این بیمار باید به چندین شکل پیشگیری رو انجام بده. اگر موافق باشید یه اشاری به علائم قلبی بکنیم و بعد وارد این قسمت بشیم. درگیری در بیماران قلبی به صورت نارسایی دریچه هست عمدتاً در فاز اولیه و شایع ترین دریچه میترال هست و نارسایی دریچه میترال در واقع بدترین پیشاگهی رو داره و تقریبا 90% بیماری کسانی که در دوره حاد بیماری دچار نارسایی حاد میترال میشن، اینها بعدها مبتلا به روماتیسم قلبی در بزرگسالی میشن و احتیاج به یک اقدامی مثل بالون، عمل، تعویض دریچه خواهند.
میتونه بیماری روی قلب قسمت‌های دیگه اون هم اثر بگذاره، روی عضله قلب اثر بگذاره و عضله قلب روی مقداری ضعیف بکنه، ولی معمولا به شدت نوع بیماری ویروسی نیست و در این بیماری نارسایی خود عضله قلب کمتر دیده. بعد وقتی این قلب درگیر میشه در واقع نارساییشو به چه شکلی نشون میده؟ یعنی علامت قلبیشو برای بیمار چه شکلی نشون میده؟ اینها تپش‌های قلب پیدا میکنن، ضربان قلبشون بالاست. بله. و در معاینه پزشک وقتی گوشی میذاره و معاینه میکنه یه صدای اضافه یا اصطلاحاً سوفلی شنیده میشه. دردی هم احساس میکنن تو قفسه سینه‌شون؟ مختصری درد دارن، صدای قلبیشون، اون اضافه قلبیشون تا زیر بغل انتشار پیدا میکنه. نوع صدا درگیری نوع دریچه رو نشون میده که کدوم دریچه بیشتر درگیر شده و ندرتا میتونه حتی تجمع مایع اطراف قلب رو هم داشته باشه. ببخشید من جسارتا صحبتتون رو قطع میکنم. بیننده محترم پشت خط هستن، صحبتاشون رو گوش میکنیم و بعد ادامه بحث شما رو پیگیری میکنیم. سلام میکنم خدمت شما بیننده محترم، بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید من خسته نباشید میگم خدمت شما آقای دکتر. خواهش میخواستم ببینم من از ماه رمضان تا حالا تپش قلب نامنظم خیلی بدجور دارم. موقعی که استرس خیلی کم پیدا کنم این تپش قلبم خیلی بدتر میشه، یعنی بدجور نامنظم میزنه. توی ماه رمضان به دکتر مراجعه کردم، واسه من سیتالوپرام و ایمیپرامین و آلپرازارم و پروپرانول تجویز کردن. بعد من داروها مرتب مصرف کردم، بهبودی پیدا نکردم، بهبودی کامل. ایمیپرامین رو با توصیه خود پزشک حذف کردم. بعد الان داروهامو یکمش هم کمتر کردم، بعد ولی الان بهبودی کامل پیدا نکردم. بعد این سفیدی ته حلقم هم هستش. من به دکتر گوش حلق‌بینی هم مراجعه کردم، گفتن که مال لوزهاته. بعد این گرفتگی عضلات صبحگاهی، خشکی عضلات صبحگاهی هم دارم. اگه مثلا یه مقدارم بشینم، یه نیم ساعتی بشینم دوباره که میخوام حرکت کنم، خشکی عضلاتم باز دارم. بیماری قلبی هم توی خانواده ما، یعنی هم طرف مادرم هم طرف پدرم هستش، ارثیه. حالا میخواستم ببینم چیکار کنم، ادامه بدم قرصامو دارامو. سرکار چند سالتون هست؟ من 33 سالمه. بعد در بعد به ورود که به خاطر این مشکل به پزشکتون مراجعه کردید، صرف شرح حال برای شما داروی روانپزشکی نوشتن و معاینه قلبی هم شدید؟ بله، اکو کردن، من تست ورزش هم یعنی پارسال داده بودم، گفت دیگه لازم نیست. بعد آزمایشات خاص روماتولوژیک هم انجام دادید؟ مثلا نه. هیچ آزمایش انجام؟ فقط هولتر گذاشتن، واسم یه 24 ساعت هولتر گذاشتیم. بله. بعد گفتش که خصوصا موقع‌های خواب، یعنی اون توی ماه رمضان که شروع بیماری من بود، من موقع خواب احساس خفگی، یعنی به هیچ عنوان نمیتونستم دراز بکشم. بله. حالت نشسته میخوابیدم. بله. احساس میکنم قلبم توی گلوم و نفسمو تنگ میکنه. بعد بارها اورژانسی مراجعه کردم، خیلی شدید بود، الان خیلی کمتر شده، ولی با کوچکترین استرس تپش قلب من گوشی خودم میذارم. اولا صدای قلبم خیلی ضعیفه، ولی پیش دکتر که رفتم گفت ضعیفیش طبیعیه. بله. بعد سابقه گلودرد چرکی هم در گذشته داشتید شما؟ بله. زیاد؟ در خودسالی لوزه داشتم. بله. متاسفانه عمل نشده. بعد بسیار الان طرف رقم سوراخ هست. خب آقای دکتر جلیلی، اگر صحبت خاصی، سوال خاصی هست از بیننده محترم بپرسید. اکوکاردیوگرافی که انجام دادن نتیجه اون نرمال بوده وضعیت دریچه قلب شما؟ من سالها پیش که اکو کردم پیش دکتر سلامت، خود ایشون گفتن که افتادگی دریچه قلب داری و این خیلی مهم نیست، مثل رنگ چشم مردم که طبیعیه، اینم طبیعیه. ولی الان که از ماه رمضان که خیلی شدیدتر شد و به دکتر مراجعه کردم، اکو همه چی برام انجام دادن، گفت اکوت خوبه، مشکلی نداری، این داروها رو یه مدت مصرف کنی خوب میشی. ولی من اصلا الان میگم با کوچکترین استرس، مثلا همین کتاب که دارم میخونم یکم عجله میکنم که کتاب رو تونتر بخونم، سریع نامرتب میشه، بعد نفسم تنگ میشه. سوال خاصی دیگه نه. خیلی متشکرم از تماستون. ممنون، لطف کردید. خدا بشنوید پاسخ رو. ایشون از چند نظر باید یه بررسی بشه. یه آزمایش تیروئید باید بدن که از نظر پرکاری تیروئید یه بررسی بشن. یه آزمایش هم از نظر کمخونی و فقر آهن، چون آنمی هم و کمخونی تپش قلب ایجاد میکنه. منهای این مسائل از نظر، چون گفتن که تنگی نفسشون بیشتر موقع خواب هست و اینا، وجود لوزه‌های حلق
توسط دکتر متخصص گوش حلق و بینی بررسی بشن که ببینن علائم لوزه دارن یا نه که احتیاج به اقدامی داشته باشن. اگر کمخونی و مشکل تیروید مشاهده شده در آزمایششون اقدام مناسب انجام بشه. در غیر این صورت فعلا تا این مرحله احتیاج به اقدامی ندارن. فعلا احتیاج به بررسی کمخونی. فقط یه نکته رو من خدمت بینندگان عرض کنم، جسارتا درس پس میدم در حضور حضرت عالی. بعضی از افراد چرک و اون در واقع اون اگزودایی که توی گلو هست با اون تجمع مواد غذایی که تو کریپت ها یا سوراخ های لوزه میره که اشاره هم کردن که متخصص بهش بوده اشتباه میگیرن. این در واقع تجمع مواد غذایی هست که توی اون سوراخ های لوزه میره جمع میشه و همیشه هم هست و گاهی اوقات هم حتی به بیرون پرت میشه و ماهیت خمیری و بسیار بدبوی داره، حتی بوی دهان هم ایجاد میکنه. این رو نباید تلقی کنن به عنوان در واقع چرک گلو، چون مواردش رو زیاد داریم، این رو به این عنوان تلقی میکنن. خب آقای دکتر چه عوارضی رو ممکنه ما به دنبال این تب روماتیسمی داشته باشیم در صورت عدم درمان؟ عوارض قلبی رو که خدمتون اشاره شد، یا میخواید ادامه بحث قلبی رو بفرمایید. بله، عوارض مفصلی، عوارض مغزی و پوستی. حالا الان به این نتیجه رسیدیم که به اصطلاح این بیماری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. یعنی میتونه تنها درگیری مفصلی باشه، میتونه درگیری مفصلی و درگیری قلبی باشه، منتها درگیری قلبیش از نوع خفیفه، یه نارسایی خفیف دریچه باشه. میتونه درگیری قلبی شدید باشه، یعنی چندین دریچه دچار نارسایی شدید شده باشه. و میتونه این فردی که دچار عارضه قلبی شده در یه شغل پرخطری داشته باشه. تمام اینها نوع پیشگیری ثانویه‌شون متفاوت است. مثل چی؟ مثل افرادی که در سربازخونه ها کار میکنن، در مهد کودک ها کار میکنن، مدارس، بله، افرادی که توی محیط های شلوغ پر جمعیت کار میکنن، اینها خب ریسکشون بالاتر، خطر ابتلا بیشتره. اگر فقط درگیری مفصلی وجود داشته باشه، بسته به سن بیمار، تا سن 21 سالگی یا 5 سال، یکی از این دو مورد، هر کدوم زمانش طولانی تر باشه، ماهیانه باید آمپول پنیسیلین رو دریافت بکنن. فرض کنید که اگر یه کودکی 10 سالش هست، 11 سال باید این آمپول رو استفاده بکنه، ولی اگر 16 سالش هست همون 5 سال کافی هستش. اگر عارضه قلبی خفیفی داشته باشه، مدت درمان به 10 سال ارتقا پیدا میکنه، یعنی 10 سال باید این آمپول رو مصرف کنه یا 21 سالگی تا سن 21 سالگی، هر کدوم طولانی تر. اگر با آمپول پنیسیلین حساسیت داشته باشه جایگزینی هست براش؟ بله، داروی کلیندامایسین هست، قرص کلیندامایسین میتونن استفاده بکنن و داروی خود پنیسیلین رو اونایی که تمایلی به تزریق ندارن میتونن به صورت قرصش استفاده کنن؟ بله، قرصای 500 میلی یا 250 میلی؟ بله بله، همونطور که فهمیدیم قرصای 500 میلی گرم به صورت تک دوز، یعنی در واقع یا اینکه طول مدت روزی 2 عدد که 1000 میلی گرم باید باشه، روزی 2 عدد پنیسیلین بی خوراکی میتونن مصرف بکنن. اگر درگیری قلبی شدید باشه، نارسایی دریچه شدید باشه، این فرد باید تا سن 40 سالگی یا به مدت 10 سال باید از پیشگیری استفاده بکنه و ماهیانه باید آمپول براش تزریق بشه. ولی اگر همین فرد شغل پرخطری داشته باشه، در مراکزی که پر جمعیت هستند و خطر ابتلا بیشتر هست، باید تا آخر عمرش از پیشگیری ثانویه که همون آمپول ماهیانه 1 بار تزریقی استفاده بکنه. بسیار خب، یه سری اتاق فرمان بزنیم، جناب عالی هم استراحت بفرمایید و برمیگردیم ادامه بحث. بیماری تب روماتیسمی در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر سال علاوه بر تلفات جانی قابل توجه، بار اقتصادی سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌نماید. اگرچه منشأ این بیماری یک عفونت است، اما پیشگیری از آن وابسته به رفتار مناسب فرد در واکنش به این بیماری میباشد که این رفتار نیز قابل آموزش و یادگیری است.
بسیار خوب، ممنونیم از شما بینندگان عزیز که ما رو برای دیدن انتخاب کردید و تشکر میکنیم که با ما همراه هستید. تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. آقای دکتر جلیلی، مواردی که نیاز به جراحی داره فرد به چه شکلی است؟ یعنی در خصوص درگیری در واقع خود قلب به دنبال پیامد تب روماتیسمی به چه شکلی است؟ چه مواردی رو شما در واقع به تیغ جراحی میسپارید؟ در مرحله حاد بیماری معمولاً با درمانهای دارویی موفق میشیم که بیماری رو کنترل بکنیم و سعی میکنیم که از روش‌های جراحی استفاده نشه و توصیه نمیشه که توی این مرحله ترمیم صورت بگیره و با درمان دارویی پاسخ خیلی خوبی میدن. ولی ندرتاً مواردی پیش میاد که تجمع مایع به دنبال همین عارضه در اطراف قلب داریم که اون رو به روش‌های حالا ساده تر سوزن یا به روش جراحی تخلیه مایع اطراف قلب رو براشون انجام میدیم. بعد از گذشت بیماری و در ادامه سیرش اگر فرد دچار تنگی دریچه شده باشه و این تنگی دریچه نمره خاصی داره، یعنی هرچه شدت زخیم شدن دریچه کمتر باشه، میزان آهکی شدن دریچه کمتر باشه و اینطور خدمتون بگم دریچه مناسب برای بالون باشه، میتونیم از بالون استفاده کنیم و دریچه رو باز کنیم. ولی بالون روش درمان دائمی نیست و بعد از مدتی مجددا دریچه تنگ خواهد شد. ولی اگر دریچه تنگی شدید، نارسایی شدید در بزرگسالی باشه و عضله قلب شروع به ضعیف شدن شده باشه، اینها مواردی هستن که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرن. منتهای مراتب تصمیم گیری بر اساس نوع فرد، سن فرد، جنس فرد متفاوته. فرض بفرمایید که خانمی مراجعه کرده که هنوز باردار نشده یا یک فرزند داره و نیازی داره که دریچه ضمن که در حین صحبتاتون فیلم هم در حال پخش هست که نحوه تعویض دریچه و عمل جراحی اون رو داره نشون میده. بفرمایید آقای دکتر. بله. فیلم صحبت بفرمایید. بله. این فرد بیماریه که به علت استفاده نکردن از یه آمپول پنیسیلین با یک گلو دریچه ساده حالا مبتلا به بیماری روماتیسمی قلبی شده و دریچه اون تنگ شده و نیاز به تعویض دریچه داره که با دریچه مصنوعی جایگزین بشه. در ادامه فیلم میبینیم که دریچه بیمار رو خارج میکنن و یک دریچه مصنوعی که در فیلم به رنگ سفید دیده میشه جایگزین دریچه فرد میشه. اگر فرد خانومی باشه که قصد بارداری داشته باشه، چون بعد از تعویض دریچه باید از داروی وارفارین طولانی مدت استفاده بشه و این دارو عوارضی روی جنین داره و بارداری رو یه مقدار با مشکلات خاصی مواجه میکنه، بهتره برای بیمار از روش‌هایی مثل ترمیم جراحی استفاده کنیم. یعنی یه رینگی در اطراف قلب، الان دریچه بیمار رو خارج کردن که روماتیسمی بودش، رینگی اطراف قلب گذاشته، دریچه قلب گذاشته میشه ولی دریچه های بیمار سر جای خودش میمونه و این فرد دیگه نیازی به استفاده از وارفارین نداره و میتونه یه بارداری طبیعی داشته باشه. یا اگه دریچه های بیمار قابل بالون باشه میشه از بالون استفاده. این دریچه مصنوعی است که در واقع جایگزین اون دریچه طبیعی خواهد شد. میتونیم از بالون موقتا استفاده بکنیم تا بارداری بیمار طی بشه، بعد از مدتی از روش جراحی برای تعویض دریچه استفاده کنیم. ولی اگر فرض بفرمایید خانمی هست که 2 تا فرزند داره دیگه نیازی به بچه نداره، از اول توصیه میکنیم که تعویض دریچه براش صورت بگیره و گاهی موارد ناچاریم اصلا از همه این موارد بگذاریم و 100% با توجه به وضعیت بیمار اقدام فقط به جراحی بکنیم و راه دیگه وجود نداره. آیا چند درصد از موارد نیاز به جراحی پیدا میکنه حالا در سیر تب روماتیسمی که منجر به روماتیسم قلبی میشه؟ تقریبا درصد بالایی، ولی من عدد و درصد خاصی الان نمیتونم بگم. آمار بالایی از بیماران نهایتا کارشون به اونهایی که مبتلا به
درگیری قلبی شدن کارشون به تعویض. خب ما هدفمون این بود که حالا قصد اینو نداشتیم که حالا با مثلا پخش این فیلم استرس به مردم بدیم، نگرانی ایجاد بکنیم. واقعا هدفمون اینه که رو بحث پیشگیری مردم عنایت داشته باشن، یعنی به جای اینکه این همه هزینه کنن، خطرات بیماری در واقع جراحی و بیهوشی و اینا رو به خودشون بقبولونن و بعدم استرس اینو داشته باشن که آیا این جواب میده، فردا مشکلی پیدا نکنن، با یه قلب نارسا همش زندگی بکنن، بیان با یه پیشگیری خیلی ساده، به محض اینکه گلودرد چرکی کردن یا به هر حال گلودرد کردن به پزشک مراجعه کنن دیگه. کار ساده ایه دیگه. فوقش میخوان 10 تومن خرج بکنن بابت ویزیت، ولی حالا جدا از هزینه هایی که صرف جراحی میشه و اون حالا صرف هزینه هم نیست، اون مشکلات و تبعات روحی روانی که برای بیمار میذاره، فکر میکنم پیشگیری بحثش ساده تر باشه. یه تلفنی رو داریم. سلام میکنم خدمت شما بیننده محترم و تشکر از تماستون. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم. اگه ممکنه گیرنده‌تون رو ببندید. بله. خدمت آقای دکتر سلام میکنم. من حدوداً 4 سال پیش باردار شدم که توی بارداری کتف راستم خیلی درد میکرد که فهمیدم دچار ناراحتی روماتیسم قلبی مفصلی هستم. بعد 4 سال تحت نظر هستم، ولی در حین این 4 سال ماهی یه دونه پنادول رو مصرف میکنم، قرصایی که دکترم تجویز کردن مصرف میکنم. در این دکتر تجویز کردن، گفتن احتمال داره عفونتی که توی بچگی سرما خوردی یا عفونتی که وارد قلبت شده به خاطر اون هست. به خاطر همین چند تا از دندونای من هم کیست عفونی داره. بعد دکتر تشخیص دادن که این ممکنه به خاطر عفونت دندونام میشه که قلبم اینجور شده. بعد ولی من دندونا رو درست کردم، کشیدم، مثلا پر کردم. میدونم میخوام بگم یعنی میشه به خاطر دندونا باشه، ولی این سوزش قلبم، کف دستا، پاهام خیلی میسوزه، داغ میشه بعضی از مواقع. ولی حالا بعد نمیدونم چه کار بکنم. دکترم تشخیص دادن که دریچه قلب موقع زایمان توی اتاق عمل باید عوض بشه، دریچه پلاستیکی بذارین. ولی شکر خدا این عمل انجام ندادم، بهتر شد قلبم. خب میدونم یعنی من تحت نظر هستم، دارو مصرف بکنم، احتمال خوب شدنم هست. چند سالتونه؟ 27 سالمه. 27 سالتونه. چند تا زایمان داشتید؟ زایمان اولم اینجور شدم. فقط زایمان اول متوجه شدم. بعد توصیه‌ای هم بهتون کردن راجع به زایمان‌های بعدی؟ بله، دکتر مثلا مامایی که مثلا زایمان کردن ایشون گفتن دیگه زایمان نکن، چون ما یه ریکسی بود رو انجام دادیم. حالا این که زایمان کنید و نکنید رو میذاریم به عهده آقای دکتر جلیلی که در واقع بحث متولی بحث قلب هستن. خیلی متشکرم. از سوال خاصی ندارید آقای دکتر؟ یه لحظه پشت خط سوالی ندارید؟ خیلی ممنونم از تماستون. متشکرم. خواهش می‌کنم. اگر زمان برنامه اجازه میده من یه خاطره تعریف کنم. خیلی کوتاه اگه ممکنه. یک بار تصادفی من برای کاری به یکی از بیمارستان‌ها مراجعه کرده بودم، بیمارستان زنان. اونجا خانمی بود که در حال وضع‌هم بود و تنگی نفس بسیار شدید داشت که منجر به تجمع آب در ریه اون شده بود. تصادفاً من رو اونجا شناختن و از من خواستن که من بیام این بیمار رو ببینم و 9 ماهه باردار بود این خانم و هیچ اطلاعی از وضعیت قلبیش نداشت. بیمار رو ما یه درمانی براش انجام دادیم، چون حالش خیلی بد بود منجر شد که دستگاه تنفس مصنوعی برای بیمار وصل کنیم و اینها و مریض رو منتقل کردیم به بخش قلب و اونجا در معاینه من متوجه شدم که دریچه این فرد تنگه و منجر شد به این که حتی ما این خانم رو اورژانسی تحت 2 تا عمل جراحی هم زایمان هم مشکل قلبش. میخوام بگم که گاهی موارد علائم بیمار با چیزهای دیگه اشتباه گرفته میشه. خیلی ها مثلا یه تنگی نفس هنگام بارداری رو به حساب این میذارن که فقط مربوط به بارداری فیزیولوژیک هست، معمولی هست و مراجعه نمیکنن حتی یه معاینه بشن و اینا. ولی من توصیه میکنم خانم‌های باردار اگر دچار تنگی نفس هستن و تنگی نفسشون غیر قابل تحمله، حتما یه معاینه بشن، یه گوشی رو دریچه‌شون گذاشته بشه، از نظر روماتیسم قلبی چک بشن. در خصوص این خانم، ایشون همون بیماری هست که ما برنامه‌مون در موردش داره صحبت میکنه. یک روماتیسم قلبی ناشی از تب روماتیسمی رو داشتن و
عوارض قلبی رو گرفتن، منتهای مراتب شدت بیماریشون فعلا انقدر زیاد نیست که ظاهرا احتیاج به اقدامی بشه. باید اندازه دریچه هاشون رو ببینیم که اگه اندازه دریچه از حدی تنگتر باشه، اصطلاحاً کمتر از 1 سانتی متر مربع دریچه میتونه تنگتر شده باشه، یا اختلاف فشاری که روی دریچه اندازه گیری میکنیم از اصطلاحات پزشکی صرف نظر میکنم، یک گرادیان بیش از حدی داشته باشن، اگر داشته باشن احتیاج به اقدام موثرتری دارن. ولی تا زمانی که میشه صبر کرد و با درمان دارویی این کارها رو به تأخیر انداخت، ما سعی میکنیم که این کارها با تأخیر انجام بشه. در خصوص بارداری های بعدی ایشون چه نظری دارید دکتر؟ حتما باید قبلش مشاوره بشن، بررسی دقیق انجام بشن که آیا بارداری برای مادر و جنین بی خطر خواهد بود یا اینکه با خطر. در واقع متخصص قلبه که میتونه در این خصوص نظر بده. آیا دکتر رو به بحث تشخیص بپردازیم با توجه به حالا محدود زمانی که در اختیار داریم؟ خب خیلی از همکاران پزشک هم بیننده این برنامه هستن، پرسنل پرستاری بیمارستان که از همینجا به همه این عزیزان سلام و خسته نباشید جانانه میگم که واقعا دارن زحمت میکشن، در به هر حال مجموعه پزشکی دارن کار میکنن و خدمت رسانی میکنن. در خصوص راه‌های تشخیصی، معیارهایی که برای تشخیص تب روماتیسم باید در نظر گرفته باشه چی هست؟ معمولاً 4 معیار اصلی و تعدادی معیار فرعی داره که از ترکیب اینها برای تشخیص استفاده میکنن. معیار اصلی این بیماری همون علائم مفصلی هست که با اون ویژگی که خدمتتون عرض شد که مهاجر و متعدد. علائم قلبی هست که صداهای قلبی اضافه سم میشه در معاینه و در بررسی هایی که مانند اکو انجام میشه درگیری قلبی رو دریچه ها مشاهده میشه. علائم پوستی هست که در اسلاید مشاهده شد که یه زایات و بصوراتی هست با یه حاشیه منظم مدور و یه برجستگی های متورم قرمز رنگ هست. بخوایم اصطلاحاً عامیانه بگیم مثل حالت نخود هایی که زیر پوست بیرون میزنه، انگار یه نخود رو زیر پوست گذاشتن. دقیقاً همینطوره و معمولاً هم دردناک نیست. این برای تمایز از سایر بیماری‌ها. و یه مقدار علائم مغزی هست که همون حرکات غیر ارادی خود به خودی که شبیه افراد پارکینسونی که دستشون رو پرت میکنن یا سرشون رو پرت میکنن. منتها خصوصیت این حالت به این شکل هستش که در بیداری این حرکات غیر ارادی وجوده و در خواب از بین میره و هنگام استرس هم تشدید میشه. درست. این 4 علامت علائم معیار اصلی هستن. معیار خفیفتر یک مفصل درگیر شده باشه، درد داشته باشه ولی یک مفصل درد اما بدون اون حالت متعدد و مهاجر نباشه، این میشه علامت مینور یا فرعی. تب خودش به تنهایی علامت. معیارهای آزمایشگاهی که اصطلاحاً ESR و CRP اینها یک علامته. اگر یه دونه از اون علائم اصلی و 2 تا فرعی در این بیماری وجود داشته باشه، تشخیص تقریبا داده شده قطعیه. به عنوان مثلا فردی هست مفاصلش متعدد درگیره، تب داره و معیار آزمایشگاهیش هم ESR بالا، CRP بالا داره، تشخیص داده میشه. استفاده از اون معیار دیگه مثل اینکه میکروب آیا وارد بدن شده، آنتیبادی بر علیه اون خیلی کمکی نمیکنه. تیتر ASO اصطلاحاً نامیده میشه، اون خیلی کمک نمیکنه. همین به اصطلاح یک علامت اصلی 2 فرعی تشخیص داده میشه، یا اینکه 2 تا اصلی مثلا داشته باشه، باز تشخیص قطعی هستش. آقای دکتر، افرادی که باردار هستن و بعد در حین بارداری متوجه تشخیصشون میشن، در واقع روش‌های درمانی به سبک همون افراد عادی صورت میگیره یا اختلالی در بارداریشون ایجاد نمیکنه؟ خدا نکرده بحث‌های سخت و این چیزا براشون ایجاد نمیشه؟ عوارض بارداری منظور. بله، اینها باید مورد بررسی قرار بگیرن. ما در حین بارداری هم میتونیم اگه لازم باشه اقدام به جراحی بکنیم، منتها معمولا اقدام به جراحی رو صبر میکنیم تا هفته 20 حاملگی برای جراحی اقدام میکنیم، ولی تا اونجایی که بشه سعی میکنیم که با درمان داری جلو بریم و گاهی موقع ها ما اصلا راهی به جز این نداریم که
گواهی کنیم توسط چند پزشک، معمولا 2 الی 3 پزشک تایید میکنن که سقط باید صورت بگیره، چون ادامه بارداری خطر جانی برای مادر و خود جنین. طول درمان در واقع این بیماری در افراد به چه شکلی و به چه عواملی بستگی داره؟ آیا همه در یک مثلا تایم خاصی درمان میشن یا نه بسته به نوع درگیری ها و همونطوری که فرمودید گاهی اوقات علائم دیررسی که برای فرد اتفاق میفته ممکنه طول درمان بیشتر باشه؟ معمولا بعد 3 هفته بعد از شروع گلودرد که درمان صورت نگرفته باشه علائم مفصلی شروع میشه. کل دوره علائم مفصلی حدوداً 1 ماه طول میکشه و معمولا هر مفصل هم حدود 1 الی 2 هفته درگیر هست. 75% بیماران این علائم مفصلی رو دارن. اواسط دوره درگیری مفصلی و اواخر اون علائم قلبی ظاهر میشه، یعنی همزمان نیستن. موقعی که علائم مفصلی شروع به فروکش کردن هست علائم قلبی ظاهر میشه که تپش قلب هست، نارسایی دریچه های قلب هست، علائم ظاهر میشه. ولی علائم مغزی خیلی دیر رسن که همون بیماری کره اسم برده شد معمولا دیر رسن. عود در بیماران به چه شکلیه؟ این بیماری بعد از یه طول درمانی که انجام میشه امکان عود هم هست؟ امکان عود هست اگر اینها پیشگیری ثانویه‌شون رو انجام ندن، ماهی 1 بار پنادورشون نزنن، 50%شون ممکنه دچار عود بشن. عود معمولا شدیدتره و تقریبا همه اون علائم قبلی تکرار میشه. اینا نیاز به فالوآپ یا پیگیری های بعدی هم دارن و اگر دارن چه مدت یک بار بعد به پزشک مراجعه کنن؟ بسته به نوع شرایط بیمار، مثلا بین 3 الی 6 ماه باید مراجعه به پزشکشون رو داشته باشن، مرتب وضعیت دریچه‌ها چک بشه، کنترل بشن که آیا اینها اون پیشگیری‌های ثانویه و تزریق معاینه‌شون رو انجام میدن یا خیر. باید تحت مراقبت باشن. و تغذیه و استراحت در این بیماران چگونه است؟ در دوره حاد بیماری استراحت نقش موثری داره و مفاصل باید کم تحرک باشن، فرد استراحت بکنه و برای اینکه بار قلب و کار قلب افزایش پیدا نکنه تو اون مرحله حاد بیماری استراحت نقش مهمی داره که قلب کار اضافه تری رو انجام نده، فقط نیاز در زمان استراحت رو انجام بده. بعد از بهبودی در واقع میتونن اقدامات ورزشی یا فعالیت ورزشی داشته باشن یا اینکه باید ورزش‌های سبک انجام بدن؟ ورزش‌های سبک معمولا منعی نداره، ولی در مورد ورزش‌های سنگین‌تر بسته به شرایطشون باید تصمیم. خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی صحبت‌های خوبی بود. امیدوارم بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. ما احتمالاً هفته آینده به دلیل در واقع برنامه‌هایی که ویژه اربعین حسینی هست ممکنه در خدمت شما نباشیم، اما هفته بعدش یعنی 2 هفته آینده با در واقع موضوع بیماری آسم در خدمت جناب آقای دکتر حشمت نیا فوق تخصص ریه خواهیم بود و با شما راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد. همه شما رو به خداوند بزرگ ممنون هستم و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی از خداوند متعال مسئلت دارم. خدا یار نگهدار همه شما.